تا به حال شده وسط اسکرول کردن توی اینستاگرام یه لحظه فکر کنی زندگی بقیه از تو جلوتره؟ انگار همه دارن میدرخشن جز تو. ما توی فرهنگی زندگی میکنیم که بهش میگن فرهنگ مقایسه، جایی که ارزشت رو نه از درون بلکه از مقایسه با بقیه میفهمی. اینستاگرام، تیک تاک یا جاهای دیگه تبدیل شدن به ویترین مقایسه. یکی بدنش بهتره، یکی رابطش قشنگتره، یکی مدام توی سفره و ما هی میسنجیم، هی اندازه میگیریم و هی کم میاریم. این حس عقب بودن هم یه خطای ذهنیه. ذهن ما فقط اون بخش‌های درخشان زندگی افراد رو میبینه، ولی دردها و رنجا و شکستاشون رو نه. مثل اینکه یه فیلم سینمایی کامل رو با 1 دقیقه تریلر بخوایم مقایسه بکنیم. از نگاه فلسفه ماجرای مقایسه فقط یه مشکل روانی نیست، یه بحران هستی شناسیه. سارتر میگفت دیگری جهنمه. حالا نه چون دیگری بده، نه چون نگاه اون ما رو از خودمون دور میکنه. انگار وجودمون بدون تایید دیگران ناقصه. اینجاست که ما به جای تجربه بودن شروع میکنیم به دیده شدن. بودریار یه قدم جلوتر رفت. میگفت توی جهان امروز واقعیت مرده. ما توی یک نمایش بزرگی داریم زندگی میکنیم که هر کسی نقش خودش رو ایفا میکنه. یه فیلتر روی چهره، یه لبخند تمرینی و تزیینی جلوی دوربین، یه زندگی بازسازی شده برای جلب تایید دیگران. فکر میکنم مشکلی نیست که زیاد خودمون رو مقایسه میکنیم. امروز مشکل اینه که دیگه نمیدونیم با کی باید مقایسه بشیم. اینه که خود دیروزمون رو فراموش کردیم. حقیقت آینه است در دستان خدا که از آسمان بر زمین افتاد و شکست. ما توی آینه دیگری دنبال معنا یا خودمون میگردیم، در حالی که اون آینه فقط بازتاب یه تصویره، یه آدم خسته.